بی غیرت، امو قسم بی غیرت میگم که زنت از اینجا چادر داشت رفت ولی بی چادر داخلی وطن کردی. من او را بی غیرت و دیوس میگم که زنش با پیراهن کلان از اینجا رفته بود اما قورک بس آمده. باز رونق میدی، باز ترغیب میکنی، باز تشویق میدی دیگران را هم. امروز اگر حجاب میکنه دختر، چادری سر میکنه، ایره عقب مانده لقب میده. مردمم بدون از اینکه تفکری داشته باشه، تأملی داشته باشه، تا کی ما در دین تقلید ما نمیکنیم یا در امور بیغیرتی تقلید کرده رایسته؟ از کی بنالیم؟ ما در دین تقلید قبول نداریم. الله کتاب و حدیث صحیح پیغمبر روان کرده و هر امام فریاد زده.